سلام دوستان، وقتتون بخیر. میخوایم در رابطه با قالب بندی دیوار برشی با هم صحبت کنیم. قالب‌های ما تو دیوارهای برشی یا یه طرفه است یا دو طرفه. قالبی که الان خدمتتون هستیم دو طرفه هستش. برای اجرای قالب بندی دو طرفه یه سری میلگرد میذاریم ما که بهش گفته میشه میلگرد رامکا که ضخامت دیوار رو برای ما مشخص میکنه. قبل از اینکه پنل‌ها رو تو جای خودش قرار بدیم، این پنل‌ها یا قالبامون رو با استفاده از روغن سوخته، گازوئیل یا روغن قالب میچونیم و تمیزشون میکنیم که سطح صافی رو بهتون به ما بده. و زمانی که این قالب‌ها رو کنار هم دیگه قرار میدیم توسط پین و گوور که اگر تشریف بیارید مهندس اینجا، توسط پین و گوور این قالب‌ها به هم دیگه دوخته میشه و بهتره به خاطر اینکه وزن مخصوص بتون 2400 کیلوگرم بر متر مکعب هستش و فشار بتون تو قسمت‌های تحتانی قالب بیشتر هستش. به خاطر همین تعداد پین و گوور توی پایین باید خیلی بیشتر باشه. خدمتتون عرض کنم من تشریف بیارید برای مهندس. ما زمانی که این قالب‌ها رو قرار دادیم، قالب‌ها برای اینکه بهتر تو محل خودشون فیکس بشه از بولت و میون بولت استفاده می‌کنیم. ببینید دوستان، اینا بولته. ما یه سری میون بولت داریم که به این شکل بین قالب قرار میگیره که معمولا یه سری سوراخ‌ها قالب‌ها دارن که از داخل این سوراخ‌ها این بولت‌ها رد میشه و از داخل این لوله برق 25 ردش میکنیم. چون مقاومت این لوله‌های برق کم هستش، اینا رو به این سری میلگرد وصل میکنیم و اینا رو قرار میدیم بین دو تا قالب و بولت ما از داخل این لوله‌ها رد میشه. زمانی که بتون ما گره و به گیرش اولیه رسید، این بولت‌هامون از داخل این لوله‌ها در میاد. و خدمت شما عرض کنم که برای اینکه این قالب‌ها به حالت شاغول و فیکس و محکم تو محل خودشون قرار بگیره، نیاز به یه سری کمرکش، سولجر و یه سری مهارهای مایل داریم. توسط لوله‌های داربست استفاده می‌کنیم کمرکشامون رو که معمولا نیم متر اینا کنار همدیگه قرار میگیره. بعد یه سری سولجر داریم که سولجر باعث ایستایی و مقاوم بودن قالب در برابر بتون رو داره که این سولجرها توسط یه سری عرض کنم قلابای خروسکی کنار همدیگه فیکس میشه و زمانی که این کار انجام توسط میل مهار، زمانی که ارتفاع قالب ما زیاد باشه توسط میل مهارها شاغول میشه و تو محل کار خودش فیکس میشه. بعد در نهایت بتون رو میریزیم و قالبمون تموم میشه.